السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، بسیاری ها سراغ میکنند دارو برای سحر و جادو و دیگهش و بسیاری هاش میگویند که چرا جن از بدن ما خارج نمیشوه، یعنی بزدی. بعضی ها سوال میکنند که آیا جن در یک بار خواندن میبره یا نه، یعنی سحر و جادو داریم چند بار خواندن در کار دیگه. الله سبحانه و تعالی شفا که بده، اگر در 10 دقیقه شفا میده. اگر که الله سبحانه و تعالی شفا نده، 1000 بار بخونی اگر شفا نمیوی. الله سبحانه و تعالی هر کدی ما و شما را شفا بده. الله قرآن نازل کرد شفا برای مؤمن ها. از همون خاطر دوستان عزیز، پیش از همه انسان طاعت عبادت الله که خوبتر کنه، جن تیزتر و بیشتر از بدن او خارج می شود. و اگر که ما طاعت عبادت الله خوبتر که کنیم، انشاءالله تیز میبره. اگر که چقدر که ایمان ضعیف شد، هوای همون قدر میبره و شاید که هم نبره از بدن انسان. با اون خاطر ما باید چه کنیم؟ کوشش تلاش کنیم عبادت الله خوبتر کنیم. و همچنان داروها هستن برای انسانایی که اجرژیم هستن، جن دارن در بدنشون، سحر و جادو هستن. انشاءالله یکی از بهترین داروهایی است که یعنی خودم استفاده میبرم. یه هفته پس، یه ماه پس، 2 ماه پس میخرم این چیزا را به قدر امکان که اگه وقتی یادتون بیکارتر باشم میخرم. این دارو راوند نام داره. بهترین دارو گفتیم که دارو راوند است، الحمدلله. دیم بعد از راوند دارو که بهترین منفعت خوب داره، انتی سحر، یعنی کامل فرانتالش موندگی. انتی سحر یکی از بهترین داروهای که منفعتش هم به نهایت خوبه. با اون خاطر یعنی در روز 2 بار 3 بار میخرین، پیش نماز بامداد و بعد از نماز خفتن. در روز 2 بار عینی میخرین. دیگه یعنی این مقدار 3 تقسیم میکنین، حرکت میکنین. این روز میخرین، 5-6 روز پس باید بار میخرین، و 5-6 روز پس 3 روز درون تازه میکنه، شکم راو میکنه و از دهان میپرتوی. خودم که الحمدلله که نه سحر و جادو یگان چی ندارم، میخرم میپرتم. یعنی بعد از راوند این انتی سحر به نهایت داروی خوبه. و سیم از اینها عذاب و جن. برای انسانایی که سحر و جادو دارن به نهایت منفعت خوب داره، الحمدلله. این را همچنان سحر بیگاه پیش از نماز بامداد، بعد از نماز خفتن یک قاشق چای میخورین، الحمدلله. حرکت میکنین با قاشق چای پلاس مسی بخورین، یا اینکه چوبی. و این شم همچنین اجوا، ایش اجوا نام داره. نخله همتری هسته، ما پرپخت که نخلش آوردیم. هسته این گونه ای برای انسانایی که بیسپلاژی پرستاتی دارن، برای اونها فایده خوب داره این نخله. برای انسانایی که سحر و جادو دارن هسته همین گونه رنگ میقتش پول نمیخله، اجوا نام داره. اون برای انسانای سحر و جادو دارن، برای اونها منفعت خوب داره. از همه بهترین از اینها، از این داروها و از همه چیز بهترش چیه؟ یک جای نماز و یک قرآن و یک تسبیح. در چه حالت اونها بهترینن؟ در حالتی که ما جای نماز بمانیم، با رکوع و سجود بریم، از الله سبحانه و تعالی طلب شفا کنیم، طلب مغفرت. دیمش قرآن، تلاوت قرآن، جن میسوزونه. سیمش یعنی ذکر کردن. چقدر که ما ذکر کنیم، شیطان، جن، شیاطین در بدن انسان ضعیف میشه. با اون خاطر دوستان عزیز حرکت کنین، کوشش کنین عبادت الله خوبتر کنین. خب در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین گونه داروها را میتونید که هم در مترو لوبلینا و هم در مترو شالکوفسکی اولیتسا میکرورایون پیرومایدان 29 و همچنان در سنت پترزبورگ پیدا کنین. خب در شهر سنت پترزبورگ برادرها حجامشون 1000 روبل کردن، میتونید که انشاءالله برین. همیشه در خدمت هستن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.